بودجت اویلا در شرایط پاندمیه این موضوع صحبت امروزه ماست. صرف کردن کو گوشت مثال 2 کیلو نه 1 کیلو میگیریم. احتیاج اول رو خریداری کرده سادیمو نیاز دومین درجه رو کانتر از روی خط زدیست. لیکن یک کرته که ما میخریم اگر استحصال ترکیه باشد از 200 تا 250 سوم رو تشکیل میده. زنها اینقدر بولی مول و چیزو وایب عمدناشون در کار نی. همینجا من سخنی شما رو میبرم. شما به سوال اساسی من جواب نگفتید. کلون سولوکتی کم کم مسئولیتام کدنش دکو. عقوبه انداز کنیم که انمو مبلغ به ما ضرور می‌دهد. همین پختنی خوراک‌هایی که کمتر به گوشت از آردها بسیارتر همین چیزها به توجه خود را ظاهر می‌نماید. با همین سطح اقتصادیاتی خود داخل اویل نظر انداخته استاده خریداری کرده شود.